به این تصاویر خوب دقت کنید. اینها نمادها و علائم طراحی شده‌ای هستند که برای المپیک 2012 لندن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالی که بیشتر از 1 سال از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لندن می‌گذرد و دولت انگلیس در حال به هم چسباندن چینی ترک خورده اعتماد مردم است، شاید المپیک 2012 لندن بهترین بهانه برای سرپوش گذاشتن برای تمام این مشکلات و بحران‌ها باشد. بازی‌های المپیک بهانه خوبیه، مقیاس افکار عمومی جهانیه، همه ملت‌ها و همه مردم و جوانان دنیا به دنبال اشتیاقی که برای ورزش در بازی‌های المپیک خواهند داشت، هر لحظه این بازی‌ها رو پیگیری می‌کنن. چند سال پیش در آگوست 2008 میلادی فیلمی از شبکه دروغ پراکنی روباه پیر BBC پخش شد. چرا BBC در دنیا همه میدونن بنیانگذار صهیونیسته، بنیانگذار فراماسونره. شرکت فیلمسازی کدوس که از زیر مجموعه های گروهی به نام شاین منسوب به الیزابت مورداک فرزند روبرت مورداک معروف صهیونیستی است، مسئول تولید و سرمایه گذار اصلی آن بود. این فیلم که اسپوکس کد 9 نام دارد را دیوید ولستنکرافت، یکی از فراماسونرهای انگلیسی، کارگردانی کرده. بلندگوی اونها و زبان گویای ماسونها خود BBCه. با کمی دقت در این فیلم می شود رد پای مشکوک از جامعه مخفی تحت حمایت دولت انگلیس یعنی فراماسونرها را پیدا کرد. بعضی نمادها هست واقعا اختصاصیه. مثلا تو نماد شیطان پرستی وقتی که 2 تا انگشتشون رو جمع میکنند و 2 انگشت چپ و راست رو میارن بالا، این نماد اختصاصی است، ما اینو جای دیگه نداشتیم. در این فیلم مستقیما به تهدید حمله اتمی در المپیک 2012 لندن اشاره شده. به دنبال این هستن که اگر فضا اجازه میداد بهشون و نیازمند شرایطی مثل 11 سپتامبر بودن همچین حرکتی رو انجام بدن، یه حرکت تروریستی در بازی‌های المپیک که مورد توجه جهان هم هست انجام بدن و به این بهانه هم ملت‌های مسلمان به خصوص و جهان اسلام رو مورد تهدید و حمله خودشون قرار بدن، بهانه 11 سپتامبر رو به بهانه المپیک 2012 لندن تبدیل بکنن، برابر خود با دیگر ملت‌ها بحث بیداری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن و بحث اروپا و اعتراضات مردم اروپا رو بتونن جمع بکنن. سالها قبل از حملات 11 سپتامبر داستان‌ها و فیلم‌هایی چون انیمیشن خانواده سیمپسون و فیلم آرماگدون نیز خبر از این حادثه را داده بودند و حتی بعد از آن در نمونه مشابه دیگری که در سال 2005 میلادی در برنامه پانورامای شبکه BBC به نمایش درآمد، به نمایش تمرین نیروهای امنیتی انگلیس جهت مقابله با بمبگذاری احتمالی و شبیه سازی شده در 3 قطار زیرزمینی و 1 کامیون پرداخته بود. با فاصله 1 سال از پخش این برنامه‌ها، بمبگذاری‌های واقعی با همین جزئیات در لندن اتفاق افتاد. فهمیدن که این حمله های نظامی نتیجه‌ای نداره، ولی حمله های فرهنگی، برنامه‌ریزی‌های فرهنگی تأثیرات خیلی بیشتری داره، مخصوصا اگر گسترده هم مطرح بشه. یکی از کارهایی که یهود میکنه اینه که به شبکه‌های خبری مسلط بشه و بتونه افکار رو چکار کنه، تحریف کنه. دیوید ولستنکرافت، خالق این اثر، نویسنده کتاب‌های دیگری نیز هست که بر روی جلد آنها از سمبل مشکوک چشم جهانبین استفاده شده. جالب اینجاست که خالق این اثر و شرکت تولید کننده این فیلم هر دو از سمبل مورد علاقه گروهی منسوب به روشنفکران فراماسون استفاده می کنند. همچنین از شواهد موجود پیداست که عروسک‌های آماده شده المپیک 2012 لندن نیز عطف به چشم جهانبین دارند، آن هم عروسک‌های یک چشم. این نمادها و این نشانها و این سمبول‌های جریان صهیونیسم که هم به دنبال تثبیت خودش و نقش خودش در عرصه جهانی است، هم به دنبال این هست که تبلیغی برای القا به افکار عمومی جهان انجام بده که ما حتی در حوزه ورزش جهانی به نام المپیک نقش اساسی رو ایفا میکنیم. ما تصمیم گیر عرصه های جهانی هستیم. القای این نکته و عرصه تبلیغات که افکار عمومی جهان رو در بر بگیرن، نمادها و نشانه‌ها و علامت‌های خودشون رو از طریق بازی‌های ورزشی المپیک هم به افکار عمومی دنیا ارائه میدن. از دیگر مثال‌های مستند میتوان به نورافکن‌های استادیوم المپیک اشاره نمود.
همه المان‌های صهیون از اون پروژکتورهاشون گرفته تا عروسک‌هاشون، تا همه اینها زیر دست صهیونیست‌ها طراحی شده. در ادامه میتوان از طراحی زیرکانه و با برنامه گردانندگان این المپیک از 4 سال قبل در المپیک 2008 بیجینگ نام برد که در آن از کلمه کد شده زاین به معنای صهیون به جای عدد 2012 استفاده گردیده. هیچ شکی نیست که این نماد همون کلمه صهیونه که به عنوان آرم المپیک 2012 لندن طراحی شده. اینها صحبت‌های شهردار لندن در مراسم پرده برداری از مجسمه روح صهیون در سال 2007 بود. اگر تو فضای اقتصادی بیان که حرفی برای گفتن ندارن، تو فضای نظامی هم که مردم راهپیمایی دارن میکنن میگن ما دولت‌ها و حاکمیت جنگ طلبمون رو قبول نداریم. حالا فضای المپیک و فضای ورزش میتونه تلطیف بکنه این فضای خشونت و جنگ طلبی دولت‌های اروپایی و آمریکایی رو. خیلی از این مسائل که تو دنیا هست بخش زیادیش توده‌های یهوده، ما یه منطقه شرقی پشتش داریم، شواهد تاریخش هم زیاد داریم از گذشته. همین الانم می‌بینیم در جایگاه‌های حساس اینها حضور داره.